شام بخیر دوستان، برنامه خاطره هاست منظور شما درود میگوییم. خیلی درک کردید عزیزان دل، این شام تنها موسیقی، تنها نوازش تقدیم شما میگردد. صدای اسباب موسیقی و مردمی ما دوطور بلند خواهد شد و روحمان رو همین گونه نوازش خواهد کرد. و عزیزان دل، ما نه تنها برای تماشای همین برنامه یعنی برنامه خاطره ها شما را دعوت میکنیم، بلکه دعوت مینماییم به سیر و سیاحت در دنیای تخیلاتتان، خاطراتتان و همچون یک دستگل تر و تازه منظور شما میگردانیم. این برنامه را قبول فرمایید، تقدیمتان است. باور داریم که نه تنها مشامتان اتراگین می شود، بلکه شام شما هم. و چه خیلی میگویند موسیقی قدرت و توان بزرگی دارد. باور دارم که از ما دیده بهتر و خوبتر میدانید و شنیدید تراوت موسیقی را دوستان، و برای این نوازش های دلکش و جذاب را شنیدن باشد به استودیوی سفینه، استودیوی برنامه خاطره ها دعوت نمودیم. یک تن مطرب چیره دست، مطربی که نوبسته به این جوانی علاقه همگان میشناسیم و معلوم است که هوس و حوصله زیاد دارد نسبت به نواختن اسباب دوتار. مهراب طلبی‌زاده، خوش آمدی. شامت بخیر باشد. شام شما بخیر شده باشد. سراول درباره همین موسیقی که در اول منظور بینندگان نمودی معلومات بده که چی نام داشت. من پیش از همه سلام خود را با کلی تماشابینان تلویزیون سفینه و با کلی آنهایی که طول این لحظه با ما هستند میرسانم. موسیقی که ما در اولی برنامه خاطره تقدیم تماشابینان عزیز گرداندیم نام دارد نوای مومندیان. باید گویم که استاد رستم عبدالرحیم سال 1938 در دهه مومندیان ناحیه مومن آباد ولایت ختلان به دنیا آمدند و استاد رستم عبدالرحیم از زیبایی های آنمون مکانی که به دنیا آمدند و زیبایی هایی که زادگاه خود داشتند آنها را دیده روح و الهامی تازه می گرفت و همین باعث شد که استاد رستم عبدالرحیم آهنگ ایجاد نماید با نام نوای مومندیان. یعنی این آهنگ که متعلق به ایجاد هنرپیشه شایسته تاجیکستان رستم عبدالرحیم. بله، در برنامه این روزه ما باز یک نوازش دیگر از استاد رستم عبدالرحیم و دو نوازش دیگر از استاد زنده‌یاد حکیم محمود می نوازیم و پیشکشی تماشابینان عزیز می‌گردانیم. امروز ما خوشبختانه شاگردی داریم با استاد بهرام قدیروف و پیروی میکنیم از موسیقی های نواخته و سبک خاص استاد رستم عبدالرحیم و حکیم محمود. باید گویم که غیجک و دمبره این اسباب هایی هستند که بی پرده هستند. این اسباب ها رو یعنی که با دل می نوازند. یک انمون ناله ها و شیرینی هایی که در این اسباب است انمون میکروتون هایی میگویند که در دمبره و غیجک است. شیرینی ها و لپیش هایی که می نوازند با هم تلعم هستند. و استاد رستم عبدالرحیم هم از عهده نواختن غیجک هم به خوبی می برآمدند و از خردی اینچنین با نواختن اسباب ملی دمبره شوق و رغبت زیاد هم داشتند و نواختن دمبره رو در مکتب میانه از معلم فن زبان و ادبیات خود مراد شمسوف آموخته است. من به گفتگوی دختر ایشان گوش دادم پیش از ثبت همین برنامه. آن کس میگویند که سختگیر بودند ولی هرگز با آوازی بلند سخن نمیکردند. تنها همون تربیه که این نفر داشتند، تنها همون طلباتی که این نفر داشتند به ما معیار شده بود و ما را وادار میساخت که همه از پی کار خود باشیم، یگان سخن زیادتی آنجا نباشد. هرچند که استاد رو ندیدیم اما درباره‌اش معلومات داریم کم و بیش. یک سیاستی داشتن که شرط نبود که آوازشان رو بلند کنند. استاد داننده خوبی معلم زبان انگلیسی بودند و هرگاهی که برآمدها میکردند چی در داخل تاجیکستان چی بیرون از مرز ما که سفرهای زیادی داشتند به یک چند شهرهای روسیه، قزاقستان، مغولستان، افغانستان، در آنجا هم میدونید با جامعه زردوزی، با جامعه بی‌قصب، یعنی با همان جامعه های ملی ما برآمد میکردند و با زبان های روسی و انگلیسی به اهل نشست، به مهمانان، به اهل تالار و محفل میفهماندند که این اسباب موسیقی ماست، دوتار که ما از داشتن این فخر میکنیم، این جامعه ماست، این طاقه ماست که از اینها نیز افتخار میکنیم. در برابر سفرهای زیادشون به کشورهای خارجه
дар як симпозиуми байналмилалии мусиқии халқии фолклорӣ ки дар шаҳри Ленинград баргузор гардид, ҳозир аз Санкт Петербург, бо як навозиши зебои эҷоднамудаи устод Карими Шиш ки ном дорад Хайрбод. устод Рустами Абдураҳим дар он ҷо иштирок намуданд, бо дипломи дараҷаи якуми фестивали мазкур қадрдонӣ гардиданд. پس گفتن ممکن است که نابسته از آنی که زیاده از 50 آهنگ و موسیقی آفریدند، ایجاد کردند و مکتب خود را بنیاد کردند، اینچنین یکم ادامه دهنده مکتب کریمی شش هم بودند. البته موسیقی که گفتم خیربادی استاد کریمی شش این یک بهترین موسیقی است که امروز از جانب قریب تمام دمرانوازان نواخته می شود. از جانب استاد بهرام قدیروف ثبت یعنی که موسیقی شده است. و باز هم حالا منظور بیننده میگردد کدام نوازش؟ یک نوازش زیبای استاد رستم عبدالرحیم که آن را همگان میدانند. این نام دارد علی مادر. میخوام که این لحظه پیشکشی تماشابینان عزیز گردانم. واقعا یکی از آهنگ و نوازش های بهترین می باشد. باوری زیاد دارم که حتما مقبول بیننده می گردد و بار دیگر دفتر خاطراتشان را ورق می زنند و تازه تر می کنند خیالشان. بله. مرحمت. مهراب ببین واقعا یک موسیقی است که بوی مادر میکند. به یاد میآورد دامان گرمش را، دستان نوازشکارش را، حلیمی و مهربانی و صمیمیتش را که مادران دارند.
درست. و هر نفری که دور از دامان مادر بود حتما که یاد مادر کرد. بار بله. دیگر سپاس. تشکر زیاد. چه خاطرات داره از این موسیقی، از این آهنگ؟ آهنگ مذکور که چه که گفتیم نام دارد علی مادر. وقتی که من به دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام استاد میرزا تورسنوتا داخل شدم، استاد من استاد مراسل صفیه بودند و با استاد همان روزا کار میکردیم. وقتی که من همین موسیقی رو گوش کردم با نوازش استاد بهرام قادیروف و خیلی به من معقول شد، به نزد استاد بهرام قادیروف آمدم، گفتم که استاد من باید انا همین نوازش رو نواختنش رو آموزم و استاد بهرام قادیروف گفتن که یکون چیز نواختن میتونی بدون. گفتم بله و در نزد استاد نواختم. چند ماه کار کردیم. در همین وقت فرمان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشرو ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برآمد برای برگزاری آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من که در دانشکده فرهنگ و صنعت طوال خوانده ایستادم، این زمان کورس 4 هستم و با من گفتن که کدام موسیقی رو مینوازی در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من. گفتم که یک نوازشی است با نام علی مادر، آهنگ رستم عبدالرحیم. یعنی یکی از نوازش‌های دوست داشته؟ بله. و نوکار که بودید، نو به دانشگاه داخل شده بودی، اختیاری خودت بود در آزمون اشتراک کردن؟ بله اختیاری خودم بود. البته من اونجا کورس 1 میخواندم که در آزمون مذکور اشتراک کردم. هرچند که دمره رو خوب نواختم، دور انتخابی شد در دانشکده. ما رو معاون رکتور گفت که ما با تو یک شانس میدهیم برای اشتراک در دوره نهایی. اگر که تغییرات رو سخت بینی یک شانس میدیم اشتراک کن. باید گویم که آزمون تاجیکستان وطن عزیز من سبب شد که من نواختن اسباب دمره رو تا به همین درجه که حاضر نواخته ایستادم خوب است بعد از نمیدونم. من همین اسباب رو از خود کردم. خوشبختانه در آزمون مذکور غالب آمدیم. سزاوار جای اول گردید. خیلی خوب. و چخیلی در آغاز برنامه قید نمودیم از مندرجه برنامه امروزمون که نه تنها آهنگ و نوازش‌های بی‌زوال و دلچسبی رستم عبدالرحیم صدا می‌دهد، اینچنین آهنگ و نوازش‌های هنرپیشه خدمت نشان داده تاجیکستان استاد حکیم محمودوف نیز صدا خواهد داد. میدونی در بین هر دو این استادان به غیر از آنه که این هر دو تارنواز بسیار مشهور بودند، باز چی پیوستگی هست، همبستگی هست. هر دویشان هم فعالیتی خود را شروع کردند از نواختن غیژک. یعنی هر دوی این نفران را شناختند همچون یک غیژک نوازی با مهارت. خیلی سال 1947 یادآور میشوند یکی از همنشینانشان، دوستانشان که باری نخست اختیاراً خیلی جوان بودند و تئاتر کلاب می آیند و غیژک می نوازند. ولی در یکی از سفرها که در آنجا دوتار گذاشته شده بود، استاد حکیم محمودوف میگیرند و دوتار رو همچنان خوب می نوازند. وابسته از آنه که در تئاتر کلاب تا همان دوره دوتار نوازانی خیلی خوب و مشهور بودند، ولی پس از نوازششان همگان به حیرت می افتند که چقدر خوب و دلکش و دلچسب می نوازی. شیفته و شیدای دوتار نوازی می شوند. پس از آن و همین گونه شروع می شود راه می یابند به صحنه حرفه‌ای و راه می یابند به دل صدها هزارها نفران. بیاید اکنون صحبت را ادامه دهیم درباره فعالیت و زندگی نامه استاد حکیم محمودوف. استاد حکیم محمود سال 1932 در دهه تلبری ناحیه خاولینگ ولایت ختلان به دنیا آمدند. نوازنده ممتازی غیژک و دمره. اینچنین استاد مطرب فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام اکاشریف جورایف و باز یک وقت دیگر مطرب کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان بودند. استاد حکیم محمود از سال 1950 تا سال 1951 در تئاتر درامایی موسیقی شهری کلاب به حیث راهبر موسیقی کار کردند. و سال 1951 تا سال 1960 در فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام اکاشریف جورایف به حیث مطرب فعالیت نمودند. و پس آن تا لحظه های واپسین در هیئت آوازخوانان کمیته تلویزیون و رادیو همچون نوازنده فعالیت خود را برآوردند. در انسامبل مقام خوانان نزدیک کمیته تلویزیون و رادیو جمهوری تاجیکستان. وقتی که من درباره استاد حکیم محمود یعنی که جستجو کردم، معلومات را گفتم، در آنجا نوشته شده است که از سال 1960 تا سال 1974 در کمیته تلویزیون و رادیوی
ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият намуданд. Инчунин бояд гӯям, ки устод Ҳаким Маҳмуд аз соли 1980 тӯли чанд сол дар Донишкадаи давлати фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ва номи Устод Мирзо Турсундода ба ҳайси устод кор мекарданд ва дар тӯли ин лаҳза чандин шогирдонро ба воя расонданд аз қабилаи устод Морусур Сафиева, Муаррама Шарипова, Зебо Нурова ва хушбахтона имрӯз устоди мо Морусур Сафиева ҳастанд, бо мо ҳамкорӣ мекунанд ва устод Морусур Сафиева ки шогирди беҳтарини устод Ҳаким Маҳмудов буданд ва бо он кас яъне ки то охири ҳаёти устод Ҳаким Маҳмуд якҷоя буданд, бале, то охири умр дар ансамбли мақомхонони Кумитаи телевизион ва радио ба ҳайси мутриб фаъолият мекарданд. Инчунин чӣ хеле ки гуфтам, аз соли 1980 дар Донишкадаи фарҳанг ва санъат ҳам дарс мегуфтанд. хуб, ва маълумоти дақиқу амиқро низ ҷамъоварӣ кардаи беҳтарин. хушбахтона новбаста аз оне ки устод мутриби бисёр маъруфу машҳури асри гузашта буданд ва як чеҳраи мондагори таърих буданд. имрӯз мо чандин сабтҳои овозии оҳангашонро дорем. имрӯз мо ҳатто наворҳо дорем ки якҷоя бо устод Нигина Раупова дар як саҳна навор сабт карданд, дастрас мебошад. дар саҳифаҳои иҷтимоӣ борҳо дидаем. Воқеан як чеҳраи асили тоҷикӣ доранд бо ҳамон виқору чеҳраву тарзи навохти ба худ хосе ки баромад мекарданд. дилнишин аст баромадҳояшон ки борҳо тамошо кардаем. Бале, устод Ҳаким Маҳмуд дар баробари он ки мутриби яъне ки дараҷаи олии асбоби думра ва ғиҷак буданд, инчунин оҳангҳои хеле хуб ҳам эҷод карданд. Инчунин устод Ҳаким Маҳмуд чандин оҳангҳоро бо ҳамовозии оркестри созои халқӣ навохтааст. Он навозишҳо ва оҳангҳое ки барои сарояндагон эҷод намудааст ва онҳо хондаанд, имрӯз дар хазинаи тиллоии Радиои Тоҷикистон маҳфуз нигоҳ дошта шудаанд. пас биё як навозиши тақдими бинанда мегардонем, пас он боз суҳбатро идома медиҳем. Бале, чӣ хеле ки гуфтед, бо устод Нигина Раупова устод як сабте доранд ва ман мехоҳам ки ин лаҳза як оҳанги эҷод намудаи устодро ки барои устод Нигина Раупова эҷод намуда буданд пешкаши тамошобинони азиз ва шумо гардонам. яъне ин ҳамон мусиқиест ки Нигина Раупова ба тарзи суруд иҷро карда буданд. Бале. Бе.
وقتی همین نوا رو تماشا کردم در اینجا حکیم محمودوف در یک جایی که با نگین رؤوفова صدرنشین هستند و در آنجا باز یک چند نوازندگان دیگر هم هست. واقعا یک ترانه خیلی دلنشین بود، دلچسب، راهنواز، گوشنواز که کس میخواهد ویسته بارهای بار تماشا کند، گوش کند. بله. تشکر که انا همین محیط را، همین فضا را امروز برای ما و بیننده داده توانستی. تشکر جان. تو چقدر وقت تمرین کردی؟ قریب راستی گپ 2 ماه پیش من دسترس نمودم و همراه استاد مرسل صفیه که بیشتر در این سمت، در سمت نوازش‌های استاد حکیم محمود همکاری میکنیم و انمون رپرتواری استاد حکیم محمود رو تمام نوازش، تمام سروده‌اش رو استاد مرسل صفیه و خوشبختانه امروز همش رو از یاد میداند. از خود کرده. از خود کرده است. بله. و استاد مرسل صفیه و نخواست همین آهنگ رو در فورتپیانو نواخت و با من خیلی معقول شد. و استاد مرسل صفیه گفتم که استاد درباره همین آهنگ یک معلومات دید. بعد استاد گفتن که آهنگ استاد حکیم محمود، استاد نگین رؤوفova این آهنگ رو خوانده است، با آواز استاد نگین رؤوفova ثبت کرده شده است. یک سری دیگر همین آهنگ رو میخوام گویم که استاد حکیم محمود آهنگ مذکور رو برای استاد مرسل صفیه و ایجاد نموده بوده است. چون که گفتم شاگردی بهترین استاد حکیم محمود مرسل صفیه بودند و وقتی که مرسل صفیه و باید که این سرود رو ثبت میکرد و استاد نگین رؤوفova آهنگ مذکور رو یعنی که شنیده، از استاد حکیم محمود خواهش مینماید که این آهنگ رو آن کس خواند و استاد حکیم محمود باشد میگوید که اگر که رخسار راضی باشد اجازه دهد این آهنگ رو من برای همون کس ایجاد نمودم، مرحمت خوان. و استاد نگین رؤوفova هم خیلی از استاد مرسل صفیه پرسیده است که همین آهنگ رو من خوانم و من خیلی پسند، خیلی آهنگ شیرین و آهنگ زیبا است. استاد مرسل صفیه گفته است که مرحمت استاد نگین رؤوفova و استاد مرسل صفیه و یعنی که استاد همه شدند، اون کسا همکاری زیادی هم داشتند و راضی شده است. این سرود امروز ثبت شده است و همگان این سرود رو با طرز خوانده استاد نگین رؤوفova میدونن و میشناسند. بله. خیلی گفتید استاد ماه رخسار صفیه و امروز تمامی رپرتوار حکیم محمودوف را از خود کردن. این خود دلالت از آن میدهد که با یک مسئولیت نظر میکنند به مکتب استادی خود و این یک درس عبرت میشود برای نوکاران، نوآموزان، نوشاگردان. البته وقتی که من شخصا خود در نزد معلم ایستاده، فرق ندارد کدام یک موسیقی استاد حکیم محمود رو مینوازم، یک نوت نه، نیم نوت هم نه، وقتی که کم ترک فرش میکنی یا اینکه خطاگی میکنی با استاد مرسل صفیه و این خیلی سخت میرسد، چون که اون چیزا رو چون اذیت کرده است که کم ترک خطاگی ما رو هرچند که هوش و یادش بله هرچند که هوش و یادش با خوب چیز بم باشه یا اینکه کتاب میخواند یا اینکه چی کاری کرده است باشد، زود به گوشش میرسد خطاگی ما، چون که خیلی خوب از یاد میداند آهنگ استاد حکیم. در حال اصلاح میکند. بله در حال اصلاح مینماید. طول چند سال که تو توانستی کمی باشد هم از رپرتوار استاد رستمی عبدالرحیم و هم از حکیم محمودوف آهنگ مثلا گوش کنی، نوازشش را آموزی و آموزی این همه ایجادیات ایشان را، فرق بین این دو نفر، ایجادیات این دو نفر را احساس کردی؟ یگان تفاوتی هست یا نیست؟ اگر این گوییم اسباب دمره که چندین نوازنده ها هستند که دمره رو می نوازند، از دمره نوازان گذشته استاد رستمی عبدالرحیم، حکیم محمود و امروز استاد بهرام قادیروف و دیگرها، هر یک اینها یک سبک خاصی خودشون را دارند، یک یعنی که با زبان روسی یک استیل خود را دارند. همه‌شون بهترین می نوازند اسباب دمره رو. اینش از اینش یعنی که موسیقی هایش صفتش پس نیست، همه‌شون در درجه عالی، اما هر یک کدام دمره نوازان یک صفتی سبک خاص خود، بله فرق کننده خودشون رو که اگر که حاضر ما در شکل نوازش MP3 اگر حاضر یک موسیقی استاد رستم عبدالرحیم رو مونیم و از استاد حکیم محمود، یک توی دیگر از بهرام قادیر در حال معین میشه. اگر که آدمی که گوش کرده باشد موسیقی های اون کسا رو، خود میفهمد که میگوید که انا این آهنگ رستم عبدالرحیم، اینش از حکیم محمود، اینش از استاد بهرام قادیر، یعنی که انا اون سبک خاصی خودشون هست که اونها رو
معرفی می‌نماید. و خیلی گفتی مثلا دمبرا و غژک اسبابی می باشند که بی پرده است، آن را باید با پرده دل احساس کنیم. البته. و همان گونه نوازی که شنیدنش فوراً باشد. بله. و به دل شنونده راه یافته تواند. بله. و این یک شاید دشواری هم باشد در راه همون نفری که اختیار کرده است دوتار نوازی را و یا غژک نوازی را، نوبست از آنی که بی پرده است، ولی حتما که در همین فضا یک سبک خودش یافته تواند تا اینکه فرق کننده باشد از دیگران. و برای مثلا ایجاد آهنگ های خود کوشش داریم امروزها؟ البته کوشش کرده ایستادیم که با دمبره آهنگ‌های خود را آهسته آهسته ایجاد نماییم. سر اول پیش از ایجاد نمودن که اگر خودت خواهی که آهنگ ایجاد نمایم، باید از رپرتواری دمبره نوازان گذشته و یا اینکه حاضره همه را جمع آوری، گوش کنی، یعنی که سبک خاصی استادان را گوش کنی و از هر یک کدام جمع کرده از خودت یک سبک نو براری و چیزی که دل خودت میخواهد، آن این میشود یک سبک خاصی که مثال هر یک نوازنده دارد. و چیزی که شما گفتید اسباب دمبره یعنی که با دل نواخته میشود و شیرینی هایی که دارد که نیم پرده یا اینکه چتورتون میگویند با زبان روسی. چتورتون چیزی هست که اگر مثال در دمبره یا اینکه غژک گیریم، اون همون نوت رو در فورتپیانو میبینیم، این خیلی نوت در فورتپیانو نیست. مثال یا اینکه دو، دو دیز، نه دو است نه دو دیز، آن بین همون نوت است. آن همون شیرینی های مخصوصی دمبره و غژک در همین است. و باز دمبره را میتوان گفت که هنوز به پرگی کشف نشده، چون بی پرده است. هر یک مطرب میتواند با واسطه جستجوهای خود، با واسطه مشقت و زحمت‌های خود یک چیزی به دیگر کس نوعیان آن را دریابد و با همین وسیله نام خود را ماندگار کند. بله. در خصوصی یعنی که تا حال پورا کشف نشده گفتید اسباب ملی دمبره رو، دمبره که خود بیشتر در ژانر فلک استفاده برده میشد و رمز اساسی ژانر فلک دمبره است. بسیار استادان امروز تحقیقات برده ایستادند و کوب کرده ایستادند، یعنی که از نوازندگانی که پیش از رستم عبدالرحیم یا اینکه پیش از حکیم محمود بودن، آنها تا حال فقط نامشون است، یعنی که آنها چی می نواختند، چه خیلی دمبره رو از کجا پیدا کرده بودند. باید بگم که بیشتر استاد قربانیان تحقیقات برده ایستاده است. چندین سال شد که تمام وقت خود را صرف کرده ایستاده است استاد عزیز ما. خوشبختانه سال 2021 ماه دکبر فلک از جانب سازمان بین‌المللی یونسکو با قطار میراث فرهنگی غیر مادی بشریت داخل شد. بله، این باعث افتخار ما است و ما را نوازندگان دمبره رو و تمام فلک سرایان جمهوری را وادار میکند که از این پس ما ایجاد مینماییم که چیزی که مینوازیم باید در سطح و صفتی بلند باشد که اون رو به تمام جهان معرفی کرده توانیم. بله، واقعا اثبات همین گفته ها را ما از آن دیده و شنیده میتوانیم که با نوازش تنها دو تار، یعنی انگشت زدن به دو تار، به تمام تارهای قلب راه می‌یابد حتما که مطرب و اگر از دل بنوازد و حتما که زنگ دلها را میبرد، حتما که روح تازه تر می شود، قلب شادتر می گردد، روشنتر منورتر می شود. و باور دارم که همین گونه شما بیننده هم امروز روشن منور بود و حتما که این برنامه پسندی همگان گردید، نوبسته از آنی که تنها نوازش بود. بار دیگر خوش آمدید. تشکر زیاد. در آخر باز کدام آهنگ را منظور بینندگان میگردانید؟ در آخر یک آهنگ ایجاد نموده استاد حکیم محمود که یعنی که با سرودش اجرا شده است، اون را استاد مرسا صفیه و خواندن یاری من نام دارد. میخوام که پیشکش بینندگان عزیز با شما گردانده باشم. خب، عین حال دوستان عزیز، آهنگ با نام یاری من از حکیم محمودوف پیشنهاد شما میگردد و آن برنامه خاطره ها هم این شام جنبست میگردد. براتان سربلندی تمنا داره.